درود به تمام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. به چنل دانستنی جهان خوش اومدید. امروز میخوایم به چند تا از بهترین امپراتوری‌های جهان اشاره کنیم. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و بدون معطلی ویدیو رو شروع کنید. امپراتوری عثمانی در زمان اوج قدرتش در قرن 16 و 17 حدود 3 قاره در بر می‌گرفت. بخش اعظم این امپراتوری شامل جنوب شرقی اروپا، آسیای غربی و آفریقای شمالی بود. امپراتوری عثمانی شامل 29 استان و ایالت‌های متعددی بود که طی گذر زمان از طریق مختلف استقلال پیدا کردند. این امپراتوری به مدت 6 قرن مرکز تعامل بین غرب و شرق و جهان محسوب می‌شد. در زمان سلطنت سلیمان امپراتوری روم متشکل از شرق فرانسه، آلمان، شمال ایتالیا و بخش‌هایی از لهستان بود. این امپراتوری علیرغم مساحت کم تأثیر زیادی در تاریخ اروپای مرکزی داشت. امپراتوری روم از اوایل قرون وسطی تا قرن 19 ادامه یافت و در اسفند در تاریخ 1806 منحل شد. پس از فروپاشی آن کشورهای مانند سوئیس، هلند، اتریش و بلژیک و غیره استقلال پیدا کردند و دولت‌های جدیدی تشکیل دادند. امپراتوری مغول که توسط چنگیزخان مغول تأسیس شد، وی در جوانی با خود عهد بسته بود که تمام دنیا را تحت سلطه خود درآورد و اولین قدم او متحد کردن قبایل پراکنده مغول بود. سپس کشورگشایی‌هایی را از چین شروع کرد و تا ویتنام و مجارستان ادامه داد. امپراتوری مغول بزرگترین امپراتوری پیوسته در تاریخ بشریت است. امپراتوری بریتانیا در اوج شکوه خود به عنوان بزرگترین امپراتوری تاریخ شناخته می‌شد، زیرا این امپراتوری به مساحتی حدود 13 میلیون متر مربع و جمعیتی بیش از 500 میلیون نفر را پوشش می‌داد. زبان انگلیسی را در آن زمان گسترش پیدا کرد و به عنوان دومین زبان کاربرد جهان حساب می‌آمد. امپراتوری هخامنشی این امپراتوری تقریباً کل آسیای میانه که شامل فرهنگ‌ها، امپراتوری‌ها و قبایل مختلف بود را با هم متحد کرد. اساساً پارس‌ها با بزرگترین امپراتوری تاریخ باستان را داشتند که در اوج قدرتشان تقریباً 8 میلیون کیلومتر مربع را تحت سلطه خود درآوردند. امپراتوری که ساخته شده توسط کوروش بزرگ بخش‌های بزرگی از 3 قاره آسیا، آفریقا و اروپا را شامل می‌شد. این هم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.